گوش کن بچه همون بلیط ما خودمون میگرفتیم تو ای کجا بلیط گرفتی یا از اون کس قرض نگرفتی؟ نه دادا جان با تلفن بلیط گرفتیم چخیه با تلفن؟ با واتساپ اویاکاس شاهنازه زنگ زدیم نوشتیم سری وقت بلیط گرفتیم خیسیم اومدیم بلیط‌های ارزون باوری نکنی اویاکاس شاهنازه ای دوستانی عزیز اویاکاس شاهنازه با مراجعت کنید و فرزنده با پریشان نباشید همشون خدا اگر خواهد صحت سلامت رسیده میآیند بله ای و بین اوچت بین اومده است ماشین درش بخکم کن ای خدا تو بکم تیرمو هایدا اکم بارک پاتیخته همین بعد یکی اومده زنگ درست پخش میکنه که زنش تو ساعتی 5 کجا میگرده گفت که همین وقتی اومد سعودی هم شلوکو ای اومده ما که در گوشه همین روز همسایه مصابیه نه مرا دیدی و صدای خانه عرق سوزد همین مرده که تمام کرده که ما که در حسرت روی تو بودم بچه بیا کمک کنیم خونش برای ما این کوچه ده کینا نشود اکی سعدی سلام علیکم السلام علیکم نازی تینجا اکسادی چخلی سوزه نکه سازی سعدی جان مبارک شوه اکا دویم برای سلام کدیش مبارک شوه سوزی همین من میگم ما همسایه ها شناختید اینا رجب علی غیرت علی همسایه دستی راست چپ اکا جان بیهوده کوچه با نگردید کمتر به فکرم کیفیتتون ای خونه تان برای ما کمک کنید یاردم کنید نه خودم ای خونه آمدم با خدا ایسا بسی من راست میرم برای مهرو پیسنوات هم من میگم او دراش روز بروز سختی بد شده است همون یو اف سی نرواد میشه رئیس لابای چخلی رئیس حساب کتاب نست میشه باور کنه همین مشتری ما بیسوره که اما گفته که کسونو برو که سپارتیفکا 380 سوم بود نویسه 350 دادم رفت اکا ای مگزین اصل با کمتر سکیدکا کردیم یا 20 سومون 30 سومون هم خیلی کدیسی عادل جان ناز کردی بسیار خوب کردی من حاضر این کارا میمونم تو همین کاسب میستی من از پای توی ای مبارک شما فهمیدیم که دخترتون شوهر داده رحمت بعد از انبار سپارتیفیکوی برور وای طرف اوویس خب حاجی همه رو گپ میزنم من میرم حاضر یک بار آشپزم میبینم بعد حسنی کمال دیدم در کار آش نهار حسنی کمال میخوند سلامت باشید رئیس اکد بخشیجا چی پرسیدنی ما همه شما دخترتون شوهر داده کیده داده بخشیجا همین عبدالحمید خدا مبارک کثیر کثیر من میرم یعنی کثیر خدمت عبدالحمید جون کثیر خدا مبارک او چخه شما وقتی کار داد وای دوزای میگفته کم وای شوبا میکرده میگفته وقتی کار داد وای نگاه کن چخه شما دلتون شید وای تا دخترتون داده آخر وای دوزای من میدونم همه میدونم ای مغازه میدوزد انا اکنون دختری من ده میبرد 2.15 $130 اوی شاد چکی شما نمانم خیلی غررس کار کار میکنند اوی میتزنی بوستین نمیکنیم غر یا خیلی همسایه نگویتون وای عبدالفتاحی همسایه ما آمدی هم میاد دوبای اینا دو سه روز شد آمده که شما همسایه السلام علیکم شما نازمی تیجی رحمت کاروز ورمی عبدالفتاح لابای این دستون ده چیزیه این عبدوبای خریدم من گوشم مزش نیکو همون بگویید اینه گرفتم این تمامی جای میشنوم حاضر چهارم آشنامه که گپ زنم میفهمم چند بوده سی؟ رحمتای خدا شما هم بیتا من چی به اینجا آوردی تو؟ شما از همین روز اعتبارا رئیس کارخانه گفته اعلام کردیم تبریک شما تبریک مبارک شما چی گفتم؟ رئیسی کارخانه خیزه نه خیلی
خیز اجاد پشت درم خانه آچتانه اینجا شما برای چی دلشاد رحیمov مسئله رو شما باید جدی مشغول شید فهما؟ سرمانی کارخانه ماشین آماده کنید رئیس میبرم یعنی که من برو آماده شدم یک تا قهوه دو تا قهوه قهوه دور موکو کرسی جان کرسی نصیبی ما هم می شدی لا 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 ای با خدایی همین قصولای آرزوی بینی خداوند رسوند پایواز کنید مسکوه پایواز کنید با سروری کارخانه گپ زنند یک بار این بغضایی لبای من چند بار گفتم آخر من سروری کارخانه هستم من گوش کنید شما منم اینجا بازی چه کار السلام علیکم رئیس گوش کنید آخر من 15 وگان شما دا گسیل کردم همین را گرفتین شما گرفتین من اینجا چی بازی چه می اینجا شما دا اینجا هر روز 15 وگان 20 وگان حل کنید پگاه خودش حل کنید فهما با شما سروری کارخانه گپ میزنن گپ تمام و سلام دیگه تلفن نکنید تا حل نکنید مثلا ما به زنگ میزنید هر روز همین قدر زنکو آدم دیوانش درش ممکن چی میگوی که؟ میبخشید رئیس خدا بخشد گپ زن رئیس من کارمند اتیس ستانسی تلفنی همون سیم تلفنتون پیوست میکردم سونی گم میزدی دادو یا دو کنین چی میگفتی؟ یک تا دو ها دو ها همین خیلی آمین گفته بچه ما آمین خدایا خداوندا همین فرزند آخرینی من پسری کاری کلانی من برزنگی دادا به خداوند یک زنی نقص فرو رفت یک زنی خدا ترس خداوند رساند دلشاد جان فرزندی میانم به خداوند یک ماشینی نقص پیش بازار رساند همین تو هم خداوند آبشیری تستر برو خانه خودت مصاحب شو الله اکبر زبان بلبل داده شما مدیتم داداش این آمین هم در من نیستم این آمینی هم به تو نیستیده یا این نشب زن این نشب ماشین این نشب خانه من به چی تو همه چیز داری کو سه پسری برزنگی داری هوا خنک شده است پالتوم نیست منم پالتو پوشم می این مادرتون نمیماند آمین کنین الهی آمین زمستانی آماسادگی هر روزش 22 گرادوس گرم شود الله اکبر چکر بیا آوچه جان شته حاضر اسم معلومات درباره پخت سپاری گوش کنید با خدا قریب بود کریانی کار بین ها های این چی بایی؟ یا قربان خریدم من اوچه جان داماد خریدم دستت گیر گردون دستت گیر گردون؟ این چی بود از آب گردون؟ نه تلفن نو برومه تو من دیوار قیامت دم تلفن میگویره این خیلی کی نه این خیلی چی نیستی نه تلفن کنی نه سیمش کجا بکنی وای سیم نداره خوچه جان این حضرت تلفنو این نباشه دو تو دا این با خدا یا با قپیده مرام گفته بودم یا با قپم این با خدا این چی به سیپسیا این کجا رو میبینی این وقتی زنگ زنم که بالاش گیرون میشه اوچه جان این با خدا همین خیلی مبارکت باشد با خدا خشلاق با همین خلکای نقپیده میمورم چی گفته بودم یه خیلی با قبیده استم این با خدای عجایب چیز بود است خیلی اکو این خونه اینها دا آمدی اکو سرکت خم کن فهمیدی بس اکو وای دیگه همین عرب شوختی ایسوسو نگرد همین خانه را سخت با اینا بقدره فهمیدی چی که گپ زند همین زنه که دلش یو
فهمیدی؟ خوشتومند دلش یافت که زنک از افتش کم ترکک چی داین اینه فهمیدم من اوچد روانشناسای فهمیدی؟ اوچا جون به حد گنده های پستر گپ زد ها بچهش نغز و مادرش گنده می نیت فهمید قربان جانه که دوست داشتی اینم اکو قبول کنم خیلی این بونوسای تو بر خوراک اینها چی میخورد هوای تو نگاه کن اوچا جون ایو همه چی هم میخورم نه همه چی هم میخورم لعنتی ها رنگ خودمو بده نه خون میخواه نبودم اوچا جون گوش کن نمک نپر تو اول بو نمک بلند کرو ایسو نگود بعدی 2 روز برده خانه با نماند توی فهمیدی؟ انا همینجا با آوردگی تو همین اکو روزش هم بود شدگی مزهش نیبری نه اینجا نکه ای منو شنوه با قوت اوچا با جون خدا مرا نگاه کر خودی که وای طرف نگاه کرگی من چشماش هم خیلی وسمیالکه شدگی به فکرم هیچی این خوشتومانته اوچا جون مرا نگفتی یکم با نگفتی تو همین را گفت زن اوچا جون نه امید گوش کن خوراکه آشا میدونی چی میپزم اول پیاز سرخ میکنم ایموری برنج میپرتی سرخ میکنی ای اوچا هم خیلی نکنم که پگه خودش قفای شما میروی کنم این خیلی نیست تو اوش از اون یهو دیگه خیل از اون یهو خیلی اول پیاز سرخ میکنی میگیری بعد گوشت میدوزی بلند گپ زدم نشنود ده همین خیلی میکنم ای اوش نخورده این موریتونی به خدا اول برنج پرتی سرخ میکنی نه خیلی نمیکنم این موریتونی خمون هم خیلی میخوریم یا نه یهو گوش کن شوهرت چیه که خورد هوای پس فهمیدی هیچ کده کارت نباشد مردکش کجا بین حوزه سحر که برونده رفتم سحر باید بر وقت میبرم این همینجا خواب بوده همین خدر اومد خدا خیر گفت یک قد پریدم بر خدا همین سحره توبه کم اقلا نمی سلفت می توبه کم خدای بخش شو چجور نه هیچ گم اساسش این که همون قربان جان سخت قب همین قربان جان سخت قب خدا خواهد نغز میشه فهمیدی؟ این کجا به این خوشتومانه من بالکن ده یک یاردم که برای دروغ باشدم پرس من تا خزمان نیست اوچا جون آخه میرم سر میکنم میگن نیروشی نه برای همون پیشش تا بیستم خزمان فوتبال تماشا کنم واسه بارسلونا بازی میکنه خدا جان حاضر مریجا جان گفتم که را نزدی خوشتومانت برای گفتم وای چی کنم شینید خدا جان شینید خوش آمدید خیر سلامت باشید همین خانه‌ای ما در خدا جان رنگ خانه خدا نیست که نختونم رنگ خانه خدا ما مریجا جان رنگ خانه خدا ما بوده به خدای مریجا جانت بولیش بیاره اکو خیلی بدم نه در خدا خانه تو من سخن زمین به نمیمونم مریجا جانم خیلی همم گپ زن نصیحت دارم دختره من گفتم همین چیه که گپ زن خدمت کن سرت خم کن سرکش خمه همین پنجش هنر اینا همین خوراکای میپزد به خدا همین 100 ها نمیاد که خریده همین همه خوراک همش میپزد گید امیر دختری من به خدا من راستی گپ من همه گپ فهموندم این با وزنین شده که زندگی خونه را میقپدین شما خدا با شکر امروز 7 روز میشه نه رحمت اکنون که دختر بود است میآید دادم همین خیلی خشینیت خدا جان شینیت شما حالی نصیب کدگی باشد چه روز دیگه تو دلتون بزدن میشینیم خیلی باشد نباشم خیلی راست میگن منم رفته خانه و در قهوه مخیر و خانه در هیچ کنی نیست اخیر و بوز قریب مردگی است اخیر دادتا میگم خدا جون واسه همه بالکنتون مخول شد بالکن میگم اینم چی میگم بالکنچه ای بخدا همین روزا دا میبرم دا میشتم اونجا انا یاشیک میچیبه و پمیدور داشت کو ای بالای سر 3-4 کاسه میخوام بزدم نگاه میکنم میکوبا گیتو بگم یک دو تاشه کارتوشکه که تیام فرو برام ای بخدایی نه محلات میخوام نمیشه محلات میذاری میخوام من میرم خیلی شما نباشم سخنانی و اوچا و دختری از دادن گیره من همون در سرخون شما ای من چون خیس خدا تر نه
با حضور شنید شما چک خودتون کردن با آبجو دو تنون 4 تا نمونن دست خون شما با شما شیخ که گوچه خون بسیار آدمی شیخ بودید همون به من دختر شما با دادم از با که شما میری اکنون نصیب کرده که باشه با کای میبیوید یا هفته دیگه روز چهارشنبه ساعت 10 همینجا میشم من مشروطه‌شو فهمیدم این دوشنبه ها هفته دیگه هفته دیگه خود نور دیده گوید نور دیده بچه‌ها سلام شما تیار شدن من تیار میشم منم یک کار دارم خیلی دو کسا میبروید مالش سلامت باشید دیدی مورایی اکو چینی که من چه گفته میرم خدا جان بید چی گفتید من میگم تینجای اینی ما همجا یک چی باید یاردم کند منیشه جان یاردم کند نه اکو مدارش قطی شده با حضور صحبت کردن رحمت تکرس شما میره ده ولی با کای میبیوید سلامت باشه سلامت هفته دیگه من با میبیویم خدا خواهد سلامت بشه گلچهره جان سلامت بشه آدمی تیل همون چینی که گلاش پخته رو من چخیلی گفته میبرم این خونه گفتم که من میبرم این هفته اوچا جان حاضر شما و چوینی که میبره کو پگه دل جگری مرا میخرن که اوچت اومده بود چوینی که نگن که گرفتک بور یک کلمه نمیدونم خبر ندارم این زمانه به همه کلمه نست نمیدونم همون براسیه که من وای گاب بگیرم تنی دستورخونی من بابا چینی که مونو وای پاپوشوی من تیار کنم من میرم اکو دیگه من باور کن اخیر گفتیم که دهان به دهان اومدی به خدا من استه برم که با تا تمزیق میشد نه همون چینی که حسابش یا چای اوچا ای اوچا دختری اوچا ها اوی شوی ما زن داشتایو چه خیلی گاب بوین چه خیلی گاب زن داشته شاوری تو زن داشته داماد زن داشته خوب کنی زنش کنی جبینی برخطا نبینه آی مردق نشدم نور یگون یاشوش نبود که پیرش یافته است مادرش چه زن اینجا اینها به گاب آمده است که عشق محبت خانهش سوزد بچم تو یک ماه فکر نکردی تو ها چند بار من تو نصیحت کنم دین بیگاه فهموندم سحری فهموندم من تو با چه کنیم دادا جان یک دوست داشتیم در لباف خریدیم هدیه‌ای از دام بهشتی ما وطن شه کتابی سر نوشتی ما وطن دیشا جان ای گفته اوتاد نبرو اوتاد راست میگه هیچ کای عاشقی برو نگرفته که تو بگیری بچم آخی تو اول یک تو مثلا گریم کارهای خونه فکر کن یک صاحبی کسب شو آخی یا رایمون دیر شد کی یک زنان خبر گی که خونه اومد رایمون دیر شد اولای رایمون فا کی بودد؟ مردگی ایدین آمدن رفته است ابلاوای ابلاوا؟ یگون کس هست؟ ابلاوا ای مردک او دلشاد کن مایلو او شما کجا گرفته استه؟ هچی هر میه به پاکومنیک در کار نیست یه دلشاد جان یه السلام علیکم بلاتا گیرم یه سوزی سلامتی ها ناست تینجی کارا ناست کدام شما لا تینجی زندگی ها چطور میشد که ها ای دکتر برآمدم یه خدا نگذارد کی کسا خودم دیاگنوز دکتر منم مزه نیست یه با خدا همین راسته ای دکتر برآمدم ماشین دزدیدن خانه میام خانه در گرفته یگم چی نمونده همین علاو شده در گرفته همه چی هم خیلی در گرفته که خانه دیگه چی نمونده زنک گودکار گرفته برآمده رفته این نو پزاده اوکا جان میفهمم زندگی پستی دارد بلندی دارد مرد باش این پستی ها را خدا اگر خواهد پسی سر میکنی یا مالش خانه بیا بیچاره یا پسر یکی غنی دلشاد جان سلام علیکم سازی این خودت می ها من خیلی زندگی ها چطور دادر جان یک سال پیش بیاتون هسته همشه نقل کرده بودم کن همون واخوری یک سال شد
این در خاطرم هست یا؟ شما گفته زندگی پستی داره گفتم پستی داره بلندی دارد رو افتادن نشم گفته بده خیلی زندگی چطور؟ سالی گذشته همه گپ و کارهایی که درمان شدگی بود کو همه بلندی بوده یکا دادا چون همه من کجانده بیند افتشایا گرم میگل تو زیخ نشم بچم تو این خیلی نیستی نامعقول کردین وها اصلاش بگیریم اگر تازه جدا بزیه بی وقتی تو تولد شدگین ده حالا همون دختر قریب توی بوغی کرده کشتگی بود من نماندگی بودم دادا تو خطی رفته بودیم تو بچه همسایه وای طرف تو گرنگ نیه تو من گفتم که حاضر ماشین بیاد میرم گفته ایستادم من خیلی کنی همون ماشین رو نه اوکا اوکا جان تو همون اون طرف رو نمیم شین کامپر شین یا همین خودش گرفته بیا بری همین شد اوکا جان سلام علیکم کنی یه دو آتیم کامپر همین بچه اکبر نامتون چی شما یا؟ دلشو دکا همین دلشاد جان خوک گیرید زهر شود آمین زهر شود حتی که باشتان شمال گذاشته است خیریت گرفتید من اوکا جان یک دقیقه سراسی من شوید اوکا جان همین یک راستی گپ همین کمتر ماشین رو من اجازت میتیدن این چه اکا؟ این رول همین یک منم همین خیلی کرده رانده رو من ماشین مدد مسافت زوق داره ممکنه ها؟ ممکنه با حاضر من ماشین نو گرفتم با خدا همین آدم خودش تصور میکنه است که از وای طرف همین خیلی آمدیم همین خیلی موتورسیکل با همین خیلی کرد آمدم نه کامپیر دیدی؟ دردک جان دیدم دیدی کامپیر؟ بهترین اگه این همین خیلی همین راستی گپ همین فقط فکر میکنم که این خیلی ماشین که طرف زدیم کامپیر لبی قندت بمورم جان شما یک کامپیر میگه کامپیر جان تو میسی فهمیدی؟ یک کامپیر لبی قندت بمورم جان کامپیر گفتم کامپیر لبی قندت بمورم ای جان چشمکای تنگت بمورم ای جان تو گر به من یار شوی وای داده بای چیچک به که ببرم من جان اوزا تو نغزکا وای محلی من اینجا چوبکاران هست چوبکاران ما همونجا خانه دخترچه رفته استیم این رول همه برای خطون همین رول قدیم بوده یک تا سیگنال تیم ای وقت مگی تفال طولمونه همین قضاش ای وقت ای انا چی شفیورا ما را نگاه دارن؟ اما ما را نگاه دارن نکن اول فکر میکنن که این ماشین خیلی ماشین باشه دو ترول داره آدم دو تا زن دارن کو همین فکر میکنم که همین یک ما خودمون ماشین نمیگیرم من خودم ماشین نکنه همین نزدک همین کمپر هم قطعی فقط پیاده گشتگی آدم همو باور کنید این همین تگی کلو 6000 نیست میرم ما ایدور هم میسیم 18 کیلومتر از کنه پسر چمو همین خیلی اومده ایستیم 18 کیلومتر پیاده خداوند نکنه قوت دادگی ایده ما با نه چند فرزند داره تقا 16 تا 4 تا خاله میاش بتوانه این آخرین زنی گرفتگیم ده من کنجگی بچه جان من همین گرفتم و این قزیق شدم گید چی بگفتن نمیپسه برای چی آخه باور کنید زنی همین از پیش همین سیوم زنم کسلی اسم بود چون مرا گابا نگیرید من ماشین خطی کنم کسلی اسم بود من همین پرسیدم که گوش کو لپای تو کسلی اسم داری گفتم همین ایره گفته ها یانگرا این گفت که من ساق من سلامتم همین یه سومکه دارو ایوای زنک ماندگی حیف شدن شما دا یعنی که اسم داره کسل لازم این لازم نیه دیگه همین چهارمش با فکرم همین خودش مرا گروچوب میکند اگه چند فرزند 16 تا ای 4 یانگا لیکن خوب شد که داشتید همین افتاب ده بیچاره کامپر که تشتگی بودیم گفت که همین ماشینم من کنین ماشین خطی رویم گفت ناس کرده کامپر دیدی؟ بهترین شوهری تو ماشین خطی بود بهترین من همین راه ده کم تاکسی میزنم اکا شما گپ که نشوید راه بینید کم تاکسی میزنم اکا تاکسی میزنید؟ همین ماشین مثال باید بعضی آدم ها رو میگیره 5 10 متر یعنی هم آدم ها سیر پول ده
خیلی خوبه شما این همین ایستگاه هست کو؟ همینجا این میفرمایید ایستگاه کمتر بگذارید همینجا خب حاضر اما حالا گیاه میبینن حاضر حتی سیگلات همینجا ایسته ما همینجا اگر در کار شد تو همون خونه رو برام اکا سلامت باشید کمپر جان بابا اینا اومدیم فرو من من حاضرم رول ما لینگم دا میمونم لینگچه دا میمونم با لیمچه ده میمونه وای چنگ نگیره ده چنگ نگیره دوی ما قطیم دا نست دوی ما قطیم اینا الا خاک گیری زر شود استگی ماشین شما بزد الله اکبر رحمت فرازانک رحمت دوکه جان کم نشوید رحمت تقا جان امو ربای پلی تاکسی رو نمیتی تویجه رو آوردم تو نه پسر جان شیرینه منم ماشین راندم کو چه ماشین راندم من شوفیر ما بودم که من های کردم تویجه رو ما وارم شما رو همین نخواد که شفیار از شفیار پول گیرده ایت شوالی که چه؟ من تو با چی گفتم؟ چی گفته؟ همین رول ایبولای بام یافتم خطی ما برای هم گفتم چی گفتی؟ چی میگیرید؟ حالا وای شهر بام رفتن ما بی پول آمدن ما هم بی پول رفتیم تو عشوی همین شوهری دانات نمو نگر امروز روزی خورسندترین oile ما امروز دادجانش از لاتریه ماشین برد کردن پگاه دادجانش خیشو تا برای جیغ میزنیم یک تا آش میدهیم مایلش می دادجانش ماشین مبارک شد دادجانش داداش چی به تابتون خیره؟ چخیل خیره نشود من یک سامانی با 2 دانه لاتریه گرفتم چی با یک تاش ماشین میبرد و یک دیگهش یگان چی نمیبرد من پسری ایسوف زقنه چی با همین خیل شو چی با این خیل میشد لاتریه که تشکیل کردی مال هر دوش برد آش پاش نیست چی با چای بسیار انداختی من چای زواد دارم من افتادم دیلم بزد برو از اینجا خلط اینی که کلچه آورتی من با مرحبا کیه؟ السلام علیکم سروی قدم هایی دیلم افجه گرفته نمیتونم کی شما؟ من استاد رحیموف تاجدین تجربه آموزی نه استاد خب تجربه آموز بله استاد شما من پروفسور خورسندوف زاپیدین دورایویچ برای شما من زاپی شد بس میخنده اینجا بیمارخانه است جایی که مردم اینجا میبینن شیفا میوبان نه مییا تمام کنید خب مادامی که شما تجربه آموز باشید نامتون تاجدین آدینایوف تاجدین خب تاجدین جان اکنون کار از چی سر میکنم برای همین 15 اتاق هست اینجا همش با بیمار خواب بیمار برای ما چی؟ بیمار کسلی نه بیمار برای ما نان نان برای ما چی؟ معاش نه غذا حالا که نوشته تجربه آموزی یعنی که بزرگترین شخصیت کی؟ شما استاد هیپوکرات من اولادش من میگم همین چیزا نوشته خودتون میگید بله روشکا داره روشکا داره شما شوخ خب اکنون این کار با کمتر شوخی میکنید کمتر جدی میشید فهمید جدی من تا همین سال 42 سال چی کار کرده شما نه آموختم اکنون شما چی باید کنید آموزه نه کار کنید فهمید خب من حاضر یک نزدی سر دکتر میروم یک بیماری وزنم ممکن من شعبه ایهوی حیات برم فهمید تو اینجا نترسید انا اینجا تاریخی بیماری که
شما نه بیمارو از اون من خونم بر خدا میدونم خدا میدونم انا همین اگه با شما از نظر میگذارم شناس میشه بعد من ببینم با شما چی نشان میدی نه سوال میدم شما با من چی نشان میدی جواب میدی چون هر دو چی میشینیم صحبت نه میرم خوراک نیست فیروزی میخوریم انا اونجا بزن شام نکنه شام انا اینجا چی اینجا میشینیم ما نه خواب میکنم اینجا شما اینجا طرفش نه اینجا خب در اون کس با اون کس نمیشه من در شوخ کم الا در پیستون کم شد شد اپیکو معلش انا تجربه آموزیرم سر شد استاد چی گفتن؟ گفتن که تاریخ بیماری رو از نظر گذارم زیر یک تا با یک تا الله اکبر ای میوزیر ای نقطه ام هذه أستاذ الحسن زين ناقص إن شاء الله كني يا نقطة ج إيش بوشا خاوزي أستاذ بيا ميبرسم حاضر ها خ نقطة ام خ نقطه ام همه که خوندم و همه حرفا رو ندیده بودم چی باشن یا این نقطه ام معلش استاد آمده چی دو بیجا بقا بله رحمت استاد سبی ناز استاد تو جدینه لبا یا باغون رو نبیناش کمتر موتور بود است روزی سی باور تشکر بسیار سیبین است اینجا اکو یک گپ است مردم خداشون میبیارن من مجبور میکنم این سیبه نگاه کنید خب چی کار کردید شما؟ استاد بسیار چرا راسیگا بردرین کاغذاتون کفته یافتم خب چیکار کردید؟ ادرون کاغذاتون نوشتم برای خودم ایدرونی تاریخی چی؟ بیماران بیماری چی؟ کسلی ها بیماران تجربه آموز جدی شد خلاصه استاد جان امی یک دو حرفا رو نفهمیدم یعنی سوال پیدا شد بله اکنون شما تجربه آموزا همین کرد آمدید می آموزید اگر شما سوالتون پیدا نمیشد من شما یک میراندم سوال خب گوش میکنم من اینجا نویستم استاد جان همین یک چیز نفهمیدم استاد یعنی که بین تاریخی بیماری و همین شما سوالتون پیدا شد سوال پیدا شد استاد از اونی کی دیدید شما کنیم ببینم من ثابت فدیده ای ثابت فدیدم استاد بعد اینی غفار فدیده غفار و کریم زاده غفار فایسو گریدی مردگی غفار فا اینجا مردگی همین مردگی خب دیگه همینجا زنده سلامت خب یک دو کلمه همین چی رو نفهمیدم استاد جان حرفا حرفا یا کلمه را حرف موندگی استاد من مثلا این نقطه ان یعنی که این حرفا رو شما چی نفهمیدم جدی گرید خودتون بخش تجربه جدی گرید نفهمیدم خلاصه بین تاریخی بیماران با چون حرفا یعنی که وا خوردم شما نشناختید نشناختم استاد بارکالله این نقطه ام گفتگیش فامیلتون رحیموف توجدین اودینایویچ گوش کنید رحیموف توجدین جون اوکاجون شیرین دودرکان سلام علیکم این نقطه ام این انفارکت میاکارد انفارکت و بیمار نمیگویید که ما هم تو این نقطه ام میگوییم یعنی که همین دهچه ما با همین این نقطه ام تا خودی فراش میدوند که انفارکت کرده بارکالله خب رفتیم نباشد خوراک استاد جان ایشم فهمیم یا نقطه ژ ایش نفهمیدیم یا نقطه ژ باز همون آشنایی این نقطه ام برینده یازوا ژلودکا ژلودکا یازوا ژلود اكو اینا تو لابرانتوی میدونن فراش علکای اینا چی نمیدونن میدونن علکای میدونن خب فهمیدید
بله استاد انا اونجا با آش تیار لا 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 لی چای خانم امروز گپی صندوق استاد جان بخشش یک سوال دیگه همین آخرون بیماریش نفهمیدیم چیه چی همین را فهمونه استاد همین خ نقطه م همین چی بیمار باشه نفهمیدم استاد خ نقطه ام بله تاجدین جان شما یکم روز آمده بسیار چیزها رو میدونید که خواسته چیزی که فهمیدم فهمم خب من شما میفهمم خ نقطه ام گفتگیش همین بیماری انا همین بیماره خدا میداند خب بچه های عزیز ما امروز اولین روزی درس است من باید که هر یکی شما شناس شوم انا جای هاتون باید که انیخ کنیم فهمو خب دختری ناس شما فامیلیتون давлат мамедова манижа منیژه خب منیژه خانم گوید که پدر شما در کجا کار میکنن директори завод منیژه جان اینجا بیا دخترم اینجا بیا اینجا شین دیرکتوری زواد گفتی ها شین نه شینم اینجا همینجا جای تو فهمیدی خب نو فامیلیا каримзода рухшона رخشانه خان بچه داداتون کجا با کار میکنن директори фабрика او اینجا بیا آخی چی به قفاشتی این پیش بشین دختر جان پیش بشین раҳмат سلامت باش خب شما فامیلیتون اسماعیلوف سعدی اسماعیلوف پدرتون کجا با کروپسیا خیز هر دو تو اون طرف بشین خیز اسماعیلوف بچه و اینجا بیاید شینید داخل اینجا شینید بچه جون کتاب ندارید من این کتاب بگیرید بچه جون همین کتاب بکنید منش هینش هم گرفتم آنید بعد سانی میخونید با منش بچه جون خب بچه ها ما درسم دوام میدیم نباشد اسماعیلوف میبخشید پدرتون در کروپسیا چی شده کار میکنن؟ نمیدونم دین قپیده بردن شد قپیده بردن تو برو تخته سینف برو تیز کن راه همون جای بشین قفا ترشین قپیده بردن شد اگه پا پورا زنی میمری چکل سینف رحیموف راست استید اینجا با سوال شما با کلمه جمله شما این با سوالی همه جواب دید من میدوم وای میدود آنها میدوند این در کدام زمانه بچه کنید زمان ابلغ بچه سعدی نیستی خودت ما سعدی شما مقیم جان آخی سلام علیکم سعدی جانی تو سازی رحمت سعدی خودتی آخی بله شما مقیم جان بیشی اینجا بیشی بر سعدی جان این بخدوی این سعدی جان همین خیلی میشه ده سلامت باشه کدام شمالو شمالوی همین طرف ها بارکه سمکه وقتی ای کوارتر سر کردم تبریک رحمت سلامت باش هر چی میدیدیم ده هی دادرم از کوارتر سور میکنم با یک کوارتر دیگه میابی گوش کن همین من و تو آخرین بار کی دیدیم یا دیگره 25 سال پیش نه 25 سال و یک هفته تو فکر میکنی ما شهری ها حساب نمیکنیم خصوصی دیگه رحمت سلامتی ها چطور کارا زور رحمت مقیم جان سعدی جان برادر جان بیا همین به شرافتی که من و تو وا خوردیم رویم این طرف خانی روشن با یک شکم خوراک میخوریم رفتیم بیا همینجا کشادگی باشد در کار رفتیم مقیم جان لبای آخه پول چی کی میتیه با پولی چیه؟ پولی اوقات کی میتیه با لیکن سوالی ناز دادی بود سعدی جان بیا این خیلی میکنیم برادر دلی یگان کس هر دیگر نماند فهمیدی؟ این همین چیه؟ اینجا؟ این باسین فانتان او فاورا فانتان میریم حوزه نزدش هر دمو سرامو میتقونیم داخل آب با کسی اگر بر وقت برومد که داخل آب هوای سومی خوراک میتیاد چی گفتی؟ گفت دست معقول؟ معقول سومکه تکی رفتی این همین فانتان ده باور کن همین چندین دفعه باز ما همین خیلی شرط میکنیم شهر ده مقیم جان همه آدم کنی رفتیم یک دو سه رفتیم الا اخي الحمد
ассалому алайкум бобиҷон. ва алайкум бар шумо назе тинҷе саломатиён азай боби тинҷе шумо ҳамиҷада боғмоне а боби боғмони ан ҳамиҷа ростига бобиҷон ҳами дина ма ҳами тагизаштам ҳамиҷа пури одам буд тинҷи буд вай напурсе дина дар дуруни ин ҳами бассейн ду кас инимти қовтак мурдиям зиман ранҷидаи саёди ҳуши ман ки хоҳад шуд ота ота омо шуморо чанд бор гуфтам ки ҳамин корро накунед охи 87 рафтед будро хону я чой кавуд зада дам баги охи як каса мерам меорум мегири қаламчак мекунед дарахтора бачи ма ягон тара намемонам ки даст шудари ниҳолои ма барасона охи нами оли мардум мефаҳма мебина ба мара чӣ мега мега ки раби бачаш я соҳибкори номдор соҳибкори муваффақ оташ кор кардесай айб нестай ман медонӣ қати дарахто суҳбат кардесам и дарахто май даҳак буданд ки ман шунону қатишон анамита суҳбат карда ёро навозиш карда калон кардам инами ин кор нестай бачаме иши мада зур намеоя ҳоли ин ҳолия ҳамкори ман меоя мебине ба ман чӣ бугум хай бугу ки я марди корай саъдиҷон саъдиҷон лабай охи материалистҳо мегуфтанд ки маймун ба воситаи кор одам шидай значит кор накунӣ одам маймун мешавад салому алайкум салому алайкум муқимҷон ака разда шумо саломатиён раҳмат суҳбат кунем мошин не хона марама надаром не биён акаҷон марама хай хуш омадӣ коро чӣ хел гузашт коро бисёр нағз хоб амон охирин вагоне ки фиристоданд бачаҳои шумо қабул накарданд қабул карданд не қабул кардан ман занг задам дафтари мода ҳисобот омадистай ки қабул накардагӣ не кардан ман занг задам хаёл бишинед марама раҳмат акун ман ҳамин чиза маслиҳат кунем гуфтам омадам аку саъдиҷон ин кора камтар фаҳмидан дар ку пули майда неку бародар муқимҷон ака ҳар дамон алоҳида баъд ҳисоб китоб мекунем кия вай мардикор ака муқимҷон қаҳва биёрам ё ки чои кабуд ё чои сиёҳ ташвиш накашед охир вай хай қаҳва хоб як дақиқа хай монда набошед раҳмат бачаҷон қан занед чанд бор омадед нав аку 87 бисёр ҳамин сину соли бисёр нағз моям худо расонад мебинам ки дастатон гул ин дарахтҳо ин гулҳоя бисёр ба зеб кардед қан занед ана шумо дарахта мефаҳмен значит ҳавасам омад боби лабай хайр аку модуме ки шуморо мардикор гуфтанд ин якрӯза коратон чанд пул хай ами 250 сомонӣ 250 хуб пагоҳ як хона ба манам ҳамин дарахту ангуру дорам дия ҳамунам рафта як шаклаша шурӯъ кардед майли метавонед пагоҳ рафта насиб чанд пул мешад амакҷон барои шумо 600 сомонӣ амаки барои ин бачак 250 гуфтадед барои ман 600 нафаҳмидам гӯш кун да охи ма қати модари и мегардум داداجان جونی دادا لبای شما زیق کن بچه همین اوچه تو کتی آدم زیق میشد خوراک پخته شده است ها چند خوراک پخته است نازنم داداجان من یک چی به حیران میشم چی به حیران جان دادا چی به همین نامی خواهرم باونتی موندگی خیلی نامی خواهرت باونتی کوچانگی هم اما میپرسن که خواهرت باونتی میگو چی به میخیلک نام موندگی خیر اکو بچه دادا وقتی که خواهرت تولد شد مادرت بسیار شکلاته دوست می داشت بعد من بگفت که مردک نامی همین دختر من خودم گذارم بعد یکی از تولد خانه اومد متر کشتی نگاه میکنم باونتی
بعد من هیچی گپ نزدم دیگه موندگی باقی مونده همین فرزندای همشه خودم گذاشت دیگه نامگذاری کردی کنیاک جانی دادا акат самагон амахта бомадми ҳози акам омад амахта ава укота акоча пиваҷона чизанитон зури бад керд лекин ака не ки хушрӯ боб кардам домодам лох буда агар лох набоша ҳамира мегирӣ ака не ки ҳаминҷа ҷои пулкоркунӣ зур буда меистем ҳаминҷа ҳаминҷа домод омада меистам имрӯз як авети хуб мешудаги ҳисоби шумо ака ҳисоби ҳамун дусуми ту худ ман дусум кор кардаму ҳамин устод розӣ худо розӣ фаҳмидӣ акам нест ака чӣ гӯяш ҳамун ассалому алайкум ваалайкум салом салом алайкум ака махтанеу ҳамин бародарро шинохтум ина ҳама мешиносам бачи ман шуморо намешиносам шумо маро агар шиносед ҳама шинохтан инҷа гап нест ман ҳамин одамро шинохтум ки бисёр наст гӯш кун чӣ гап дорӣ ту ягон гап дорӣ не ягон гап ака ором шав чӣ гапа акаҷон ором шав ман и бачаакда гап дорам гап ака бери чӣ гап дорад хай бегапама гап зарам охир бес бародар ҳамин ту айкисаи ман ҳамёнма дуз дидӣ ба худо ҳамин дандон метам ки ҳамин дуз нест ман ҳамин бародарро ба ду чашмаком дидам ки кадом ҳамён кадом ҳамён охи ака ҳамёни ман айкисам дуз дид охи кадом ҳамён ҳамёни сурх охи сурх ту ҳамёни сурха дидагӣ ҳамёни сурх чӣ ман вай ёфтум азам ёфтагӣ ай мардак чӣ хеле гам мезанӣ хай акай се бор пурсидум ки ини ки гуфтам иши гам назад гирифту рафтум гирифта айхидаш ҳалолаш буд не хай гӯш ка ака ёфти ба чӣ ба милисада набурдӣ охи милисада чӣ ба набурдӣ гафаби рӯзи якшанбе буд милисахонада ҳеҷ кас набуд братан рӯзи якшанбе рӯзи истироҳат ҳеҷ кан нест акаҷон майлаш хай якшанбе истироҳат ба чӣ ба рӯзи душанбе набурдӣ охи гӯш кун рӯзи душанбе ҳамёнда ава кашилокда ҳичче набуд ана баъд ҳамин хел кардам динаша бовардам шумо ки овардед инҷа ман завҷам овардам завҷатон шумо киро овардед трактор меронам тракторист шумо ман шумо модаратон таваллуд мекунад шумо аҷоиб одам будед модарам не манам завҷам овардам инҷа таваллуд кардам не ҳола интизор шуда истодиам манам чил майдачои аз они ман бачаҳо ман камтар якам вайда сал зиқмам барои чӣ зиқ шумо фаҳмидам якум фарзанд барои ҳамин бошад пешпазак нашавед соли гузашта занак таваллуд карда буд 11-умаш духтар хайнданзна чандин фолбино табибо рафтам ҳамин таърию намиба нашинед гуфтам дубай рафтам қумба писар шавад гуфтада ҳала ин интизор ҳастам агар ҳамин рӯзам духтар шавад ман намедонам худама чӣ кор мекунам ё вая чӣ кор мекунам ё вая чӣ кор мекунам фаҳмисе агар ба ново ягонтон писар шуда монад аз они шумо ҳамин як писар ба ду духтар бартер ба чӣ хел шумо монед ин гапотон хеле намешад ака тоба баръаксаш ани шумо духтар гуфтедми ани ман ҳамаш писар шудааст и қандатон занеди шумо ба худованд қада додагӣ несту дига ҳама чиза додагӣ худо ба шукр мекунам шумо чапана шидагӣ ассалому алайкум хоҳарҷон чӣ шуд аз уни ман исмоилов кия исмоилов зани ман таваллуд кард зани ман таваллуд кард мумкина шуморамин чӣ гап бошад хурсанд мерада ака ба фикрам занашон таваллуд кард ба фикрам бачадор шид чӣ гап шуд духтурҷон акаҷон бахшиши зиёд ҳамдардиро қабул кунед вақти зантон таваллуд карданда гузашт заном гузашт ин ба фикрам ашки шодӣ кардам ва ё не ашки шодӣ ин хел намешад вай нигоҳ кунед бари ҷомаш ки то пок кард чашмашад як фақир об шуд ё то нафаҳмем чи бед намерем чӣ мегӯед боли ин корба рафта намешава гирияҳош бисёр бадвоӣ баланди бадан и ҳамин духтар чие гуфту ҳамин чи бечора дилашон об карда ҳамин духтар баромада ким чӣ гуфтая чӣ гуфт ҳамин духтар 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 чӣ гуфт ҳамин д
نه کاری نقض نشده میگم دوگونیک تولد کرده باشه نه به فکرم خودشون تولد کرده زیر نشویم تقدیر همین به دفعه اکا جان شما رو همین میگی نه اکا جان زیر نشویم بندگی همین به دست دنیا همین به دست دیگه چه میگیرید بخشش اکا جان زن شما صحت سلامته و آدمی گفتم کو و گذشتگی و دیگه آدمه زن شما دوگانیک تولد کرد یگان چی سفیدی میتین ما نه اپا همین مرد گفتی مرد بیا من خودم فرام اینجا خیره تا بکم خدا چی به تیخیل آدم همین احمد جان میمورد دیگه آدم رگرد من اولی قطی کارات شناس کنم وظیفات قطی انا این درخت خدا رحمتی مرده من اینجا به شناندگی آبش نگاه کن فهمیدی؟ قاق شد آب ده آب بسیار شد قاق کن فهمیدی؟ بیا رگرد ای خدا همه شما به یاد دادن هیچی نمو رگرد اینا هر سحر آبش نگاه کن فهمیدی می؟ آب توی نگاه نمی کند رگرد انا منیژه جان شما نامتون منیژه خانه شما یا این احمد جانی من بزنی دویوم حساب میشه شما یک کمینش من زده پیش کردم برای چی پیش کردم میدونید می؟ برای چی؟ انا کاری گفتگی نکرده کاری گفتگی نکرد من که خوشتومن پکه یا جیوه یا میگود برای همیقه کاری گفتگی کن انا از همون طرف سر کرده رفته این طرف هم میبینی فهمیدی؟ هر سحر از 6 تا 6:20 فهمیدی؟ 6:21 که شد مردم گفتن گیر فهمیدی؟ هم تو منم منیجه جان شما شهری ها؟ شما احمد جان از شهر گرفته آمده هم تو مادر جان گفت کمتر کار یاد دید اینا اینجا بالا به تنور هست تنور هر روز چهارشنبه نان میبندی فهمیدی ها؟ و دفعه همون کلینا نان میبندی گفتم ارغمچین که نان بسته مونده است اونجا نان میبندی به معنی که نان میپزی فهمیدی انا این طرف من این طرف من گاو و مال با نگاه کن فهمیدی نگاه کن به معنی که برفته علف شد دی مال احمد جان نغز من گنده میو نه خاله جان شما هم نغز خاله جان نه ماما جان یا آچه جان گومه خدا به شکر من این سین مبارکی 76 برسیدم تو بارنش من 8 دیدگی فهمیدی دوره های شما بریم بودگی لبتا نگز این دوره های شما بریم بودگی ما کوه زده چپه میکریم شما باشید فقط همین اینو سانی بعد این خیل تلفنت خانهش سوزد حالی هم درست تلفن امری آخه بچه‌تون زنگ میزنه خاله جان کی زنگ میزنه بچه‌تون کی احمد جان زنگ میزنه چی به من به زنگ نمیزند وای ای خدای راه به در آورده چی بلاده به فکر من بچی منه ایناش که این احمد جان آمد یا ماشین احمد جان نمیوای یه بار بین چی نه خاله میلیسای تینجی باشد گپ نزن با فهمیدی من خودم گپ میزنم دهانت مخم کن آماده است از طرفی خدا ما سلام علیکم سلام علیکم تینجی باشد میو کجاش ما ناز می درست هستید سلامتی ملیسا شما بله مبارک شود سلامت باشه همین خونه اکی سادی گجوده باشه خاله جان از کی سادی بله بلندتر گوید یک کیف کنم ما خونه اکی سادی همینجا زندگی میکرده اینا همینجا میروید اینجا منه من راست روید دروازه سعدی و این پیشونه تانقتی میزنید خب رحمت آهنین دروازه کلان خب رحمت خانه هاش هم بینید کابتان خب رحمت من گفته بودم که آفتاب با دامن پوشیده نمیشد یک روز این سعدی آنه زارش میبینم گفته بودم من این سعدی دوزده آخر قپیدم برای چی یک کس آمده است اینجا خیلی یک ده همینم یک کار گرفته میبرد این سعدی اکو فکر میکرد که حق مردم خورده میگردد دولت در همچین سر میتید بعد یک کشاله کند که خودت به نبیایی انا همین روز خدا اگر خواهد این سعدی میبرن بعد از یک هفته 14 سالش میتین اما خیلی نگاه کرده میستد سعدی چند بار گفتم تو زنش نمیگویی انا این طرف 2 کیلو این طرف 2 کیلو این طرف 4.5 کیلو بخدا چی آخه چی نگو رنگی از آنی تو بیژوتری نیه و تیلای از آنی
زنش اگه وای فکر میکند که ما زنها میسوزیم اینه برای همین توی برفتیم که همش آویزان کرد رفت است خود دیگه یگان کس ندارد منم تیلا دارم که ما هم نمی آویزم که خدا رحمتی پاچو دوره های پیش خیلی این گپای مانیمو سعدی اکو تمام آنه زارش میبیند خدا اگر خواهد من گفتم که میقپد اما در آغاز من گفتم این ای خود رفتنش چی نبود مالش تقا جان حتما بیای خونه توی ده بیای خب جان تقاش اوتا سلام بکو حتما میام مالش نقص خب ای وای من نمورم oyunu ne kapıdan ne buradan du. اینا نگاه کنین اینا همین دخترک نامش گلچهره های دختری قیامدی نه آخی قیامدی پایان نقش این جدا دختری با ادب همین دختری نقص که 5 بار شوهر علیش کرد 5 بار شوهر کرد لیکن یورش همین یور موند مرحمت السلام علیکم امام جان و علیکم السلام از میشمو درست میشمو رحمت کسال باشیم اینجا نمیستیم امام جان راستی تعریف شما تا کیم کجا فهمیدگی ممکن شدن مرحمت تشکر реклама با کار کردگی ما реклама راستی من خودی قرغان اومدم پیشتون ناز کرید تعریف شما فهمیدم تو کیم کجای رفتگی تعریف کن اینجا همه جا آورا بارا هستن اماد جان خب یا میدیده مایا یا فول میدیده بختی مایا میدیده شسته مایا میدیده از بالای بختتون از بالای بختی مایا میدیده دستتون یک بار چکنی چی اینتا هر دوش اینا اماد جان این خیل خب ببینیم صاف таровая этажа полетели тренажа красный синий голубой выбирай себе любой اینه من حاضر دیدم دختری نقص آینده تون به نهایت نقص رنگ شیر سفید وای خدا باشه بعد آینده تون چخیل گم یک طرف به دیسادی هم تلاواری یک طرف به دیسادی هم پولهای بسیار آینده تون یعنی که بوی بدولت میشوید انا درباره چیتون من گفتنی که فرزنددار میشوید فهمیدید از یک بار من دیدم کمتر جای نافهمی هست اینجا از من کمتر باید فهمم خب کنی 3 تا فرزنددار میشوید 3 تا هر 3 شم پسر وای خدا باشکر رحمت اماد جان رحمت گپی من تمام من دیگه گپی میگفتگی ندارم شما با ندارید ندارم گپای بهترین گفته چیزی که در کار بود گفتید اماد جان هزار رحمت جوانی رفت مثلا کمتر زنده باشید اماد جان کمی مایم باشد قبول کنید این زیاد دادید شما زیاد دادید خیلی اماد جان گپای بهترین گفته خرسان کردید بیرون با کی بر اومدید مردم بگویید که وای کس دکتر عبید میکنن خوراک نیست فیروزی اماد جان گفته من صاحب 3 فرزند میشم 3 پسر گفتم هر 3 پسر میشم وی رحمت اماد جان 3 فرزند میشم هزار رحمت اماد جان سلامت باش приятного аппетита انا همین برای همین شما باید که همون درخت شنونید و 2 تا میوهش اولی بهار به میخورید هزار رحمت اکایتا بیجان باور که زنده باشه ما عیشو می‌ندارم زنده باشه یک جهان تشکر انا این سفیدی عینوی من برای شما یک گپتون زدم باور کنید جان همین کارتون اومد کنه چی گفتی کارم الله اکبر زنده باشه یا بار دیگه تا بیجان برای کار با اومده استی مرحمت قبل خب следующее سلام علیکم و علیکم خواهر جان گذارید اماد جان ساز نقص شما درست ممکن شده دکتر میشما چینه من دکتر نه شما ما نشناخته نه نشناختم چی نشناخته اماد جان من 10 سال پیش شما اومدگی بدم او میبخشید آخه اینجا به یه روز به هزارها نفر اومده میرم ها درست گپ شما درست اماد جان
شما دا گپ ندارم من 10 سال پیش شما اومدگی بدم چیزی که شما من دا گفته گپ اختون شد خیره کو تا تانستان یاردم کریم خیلی گپ نیست شما دا گفته استم که گپ ندارم سلامت باش امک جان گفته که بای بدولت میشه من بای بدولت شدم خدا با شکر هم خیلی بای شدگیم که نمیدونم در کجا را از خود کنیم راستی گپ خیلی اینجا ها با کریم میتونید وای بودگی گفته که صاحب 3 فرزند میشه شدید 3 فرزنداش گفته که 3 تا پسرچه میکنیم من 3 پسرچه کدوم مبارکتون بود هزار رحمت نکیم امک جون یک خواهش دیگه داشتم از شما همین یک فال میدیده یک بار دیگه ببینه مایلش از بالای چی خیلی بینم همین یک بار دیگه فال بینه که کی ما شوهر میکنم بخواب بچه بگردون اخی هونو کور میزنه بچه بخواب چی گپه اینجا خیلی ها؟ وای خودش اومد چی میافتون دی بیا؟ وای خودش اومد بعد بچه داویدی زه پوچه کش مزش نی خودش بیا خیلی همین خیلی کرن نکن اخی مان برد یا بر آدم شده اخی وای اومد خودش زد مدام گم نزاوزه تراکتور جریموی ضربه جریموی چرا زدی من این کدو عبدالله جان روزی پنجشنبه اوش فهمو دیر نکن این ضربه دوره شیت گردیر این طرف کم ترکی دیگه یافجی دیگه کیف روسیا نمی ها چی تمام بیننگی پوچوت بین پوچ که تو میگذره عارف کم ترک این کم کیفتار نه خنه چسبونه کم ترک آرام اکو کجا شما میهمان اینجا با من فهمیدم آره ضربه میزنید خیلی من نمیدونم گل میشه میبینم این بختتون یا بخت یا همین یا تخت گوش کنید موضوع تو میمونم اینجا خب ساتم تلفنم پاک کنید یک کرشگی کنی خوب شد میسی جان گویا حرام بازی نکنم نو مهمان مکه خب میسی جان خب من اینم موندم سلامت باشه چیگه در فوتبال جریمه وقتی که ضربه جریمه میشد ایسو نگاه میکنن میستن شما چی اونجا این خیلی استادیتون شما تمام سودیا گلی که لیونل مسی میزنه تمام دنیا میبینه چی ما نبینه السلام علیکم نام من قوزیقل ولی خانوف السلام علیکم من راهبری صنف 2A بچه‌ها بسیار حرکتشون ماست ذهنشون بسیار تیز خودتان حاضر منو ببینید Открываем двери без ключа. Ча-ча-ча-ча-ча-ча. Налетели как саранча. Ча-ча-ча-ча-ча-ча. Agar darsam чунин рава. Ча-ча-ча-ча-ча-ча. Ҳамаи сараш хурут меша. Ча-ча-ча-ча-ча-ча. بسیار بچه‌های من ناز امروز ما حرفی وی با همراهی بچه‌ها آموختیم خب من درس سر میکنم کامراتون کمتر اون طرف گیرید بچه ها درسی ما آنلاین رفته ایستاده است آنلاین میدونید نه میلیون ها نفر این لحظه ها ما رو چی تماشا بکنن بله بچه ها خب ما امروز کدام حرف رو آموختیم حرفی ویرو بارک الله ویرو 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 آموختیم اکنون حاضر اسفندیار جان بسیار ذهنت تیز بچیم یک جمله گویی که 3 تا حرف وی داشته باشد اوتای ما در کمپانی واویلون کار بکنم اوتای من در کمپانی بیایید تحلیل کنیم بچه ها اوتای اسفندیار جان در کجا کار میکرده است؟ واویلون 2 تا وی هست ما 3 تا گفتم میشینیم من بسیار ذهنت تیز گفته خطا کردم هیچ گم پگو پدرت کی بیو خب سعدی جان خوب نمیکنی بسیار خوب میکنی سعدی جان شبا یگان کار میکنی قطعی آتتا با فکرم کنی یک جمله گویی که 3 تا حرف وی داشته باشه اوتای من در ولادیواستوک کار میکند بیایید تحلیل کنیم بچه ها اوتای سعدی جان در کجا بوده است؟ ولادیواستوک چی کار میکرده است؟ کار میکرده است اونجا 2 تا ویو چینید سعدی جان پگاه تیار شده بیایید یک جمله باید 3 تا حرف وی داشته باشد معنیش خب همون میرگان می همون وای منو بین روشین گاب نزده خیزا جان
همین میرگان بسیار یک بچه یک جمله گپ زن که 3 تا حرف و داشته باشد کنیم. اپی گلشن 10 روز شد که ای مسکو اومدن در قدای کوچه تگی شیمی جنس میگردن. بچه ها اینا تحلیل نمیکنیم. مالش من خودم تحلیل کرده نمیتونم وزید. اینجا و نیست کو یگم کلمات و ندارد کو. اگه حرفی و داشتن یا نداشتنش من نمیدونم نه که کی وقتی که اپی گلشن تگی تریزه خونی مختی میگذارن کو پدری من میگه که واه واه واه. داجونم زدی سرا باور که بزرم کردم از زندگی سرم کردی منم خونه اوچم میرم گفتم میرم اتسا ته افتی خنک تنها جدا میشم مالش عریضه میکنم جدا میشم شما کردی راو عریضته تمام ته استراک خی انیخه انیق 100 فوزان دو 100 فوز جدا میشم جدا میشم حاضر عریضه میکنم جدا میشم کردی شما ولی دیر شد راو برو تمام السلام علیکم. و علیکم السلام. سودی کی رفتی سود است؟ میرزازاده اسفندیار. اسفندیار؟ بله بله. ها منم هم جبه. حاضرین گرامی اینجا پرونده شهروند اسفندیار میرزازاده دیده می شود. طبق پرونده این کس سنه 20 آگوست سال گذشته در کوچه سویتسکی 91 واقع مغازه خوراکواری جنایت دزدی رو کردگی هستند. طبق پرونده از اینجا ما دیده ایستادیم که یک بانکی بادرینگ رو دزدی کردگی هستند. اویله دار لیکن از اویلهشون جدا فرزند ندارند. دیدید حاضرین گرامی اویله این اساس جامعه است. انا اویله خود را که ویران ساخت دست به جنایت زد. امروز ما این کسب چی میگوییم؟ فرزندا به چی میگوییم؟ فرزند دارید؟ نه رفیق سودیا. انا اویله فرزنددار نشده علاقه ویران. وابسته به بادرینگی که در داخل بانکی دزدیده شهروند میرزازاده اسفندیار هست موافقی همون وابسته به همون این کس را ما از آزادی محروم خواهیم کرد. اکسپرت های ما شماریده برآمدند 4 بادرینگ بوتون 1 بادرینگ نیم تگینه و 3 سیر پیاز برآمده است. به شهروند میرزازاده اسفندیار طبق انا همین قانونگذاری پروندی حاضره انا 4 بادرینگ این 4 سال 1 بادرینگ نیم تگینه 4 سال و 6 ماه 4 سال و 6 ماه و 3 روز از آزادی محروم کرده شود. میبخشم چه دقیقه کام تو با عدالت گجانده عدالت نقصد نگاه کنیدن اینا یک بانکی نخوردم دزدگی میبخشید شما کی؟ این کس کی؟ رفیق سودیا ایزان مای همین راستی گفت من راستی گفت همین هم صحبت کردیم صحبت کنم میرم نه بابا نه باید من یک چیز دیگه نفرید نشون آمدید من آخر مالش مالش خیر یه پولشنه آخه یه پولشنه دادم یه پولشنه میگیری های گو کجون های گو ما وقت ندارم شما سانگستان های انا همینجا محلی مو کجون محلی نه همینجا راستی گپ همین خردسالی ما همینجا کلان شدیم کودک دوری کودکی انا همینجا دو گذشتگی اکا همین جویبارا و آف سر داده هم خیلی بید لبا بست حاضر اکی عبدالله جان السلام علیکم شما راست همین خیلی گذشته برفته نتوانستم گوید السلام علیکم ناز هستید اکا جان درست هستید سلامتی جان دم گرفتش دید می دیدم شما گذاشتید ها همین کس که گذاشته حاضر یک دقیقه
اکا جان همینه نه بیراکتی نه بیراکتی نه اکا جان نه خفه میشم اکا جان اکا جان یا دومو نمیتی دومو نردی ها روی نه یک روی مکن مرارکا بس اشتهای صاف اکا جان رحمت اکا جان سلامت باشه اکا جان السلام علیکم تقو جان است کرونا زندگی فرزندو همه خوب میشد رحمت سعدی جان سازی رحمت میبینم که ای کارو مده استادیم همین راه گذشته بودم یک دیدم که گفتم همین شما رو ای پیش سلام علیکم ناز کردی من همینجا یک کار داشتم رفته استم تینجی دیگه رحمت شما است یک دقیقه من گوش کن من وقت ندارم تقو جان یک دقیقه هایگو این همه خربزه را بگیریم برای ابرو نبرو گیره گوش کن این وقتش گذشته بیماری میبره برا این وقتش گذشته خودت بچه‌ات کتی خورا میره این نام خریدم من بزرگ سویجی آقا جان نبرو خطی فرزند همه خوب خالم یا همه میشد رحمت اون پیش تمون یک اونجا میپرسی من رحمت سریجی من سلام گیم بین خونه سلامت باش راه های کنه رحمت مالی نازم اکا بخشیش اکا جان چی بایستادیم؟ یک چی پرسم اکا جان اشما راستی گپ من یک چیز نفهمیدم اکا چرا؟ وقتی همین قشلاق در اومدیم همین در یکم دوروزه یک مرد کشتگی بود اکا همونجا فرو اومده خطیبه مهربونی کرده چرخت زده سلام کرده با راستی گپ همین اوینه نگاه کردم یک خربزه را مای بگاج گرفته داده انا مهربونی کرده راستی گپ بالاتر رفتیم با یک مرد که دیگه بود در یک چرخونه لگی همشان وای هم قشلوقی همه تو که یک قشلوقی وای قطعی قشلو سلام نکرده روسی که همین خربزه داد خربزه رو به یک ازو گرفته همین رو نفهمیدم که با فکرم قطعی وایش قشلو سوز نیسته چی اوکا جانی کنچکاوی من گوش کن لبای این همون یک کم جدا توی مند کم بیست گفتم فرو آمدم چرخت سلام کم کو سلام کرده کلونی توقی سفید بود این اوای خدای من میشد من وایده دختر دودگیم فهمیدی اره ایش ده ارو کش ده من دخترش کلین کرگیم اینا فرقیتاشو فهمیدن در کن هایگو دوستان عزیز امروز گزارشمان را از ساحل بحر تاجیک آماده کردیم امروز در اینجا گروهی واتساپی مایزده ها جمع آمدند گزارشمان را تماشا کنید السلام علیکم خانم زیبا سلام علیکم میبخشتان یک دقیقه میبخشتان مرحمت خودتان را معرفی کنید من اسفندیار مایزده مدتی 7 سال ما دلشاد مایزده مدت 12 سال 3 روز براو برای ما ما یارزوده مایزده مدت 5 سال من سعدی مایزده امروز 10 سال شد 10 سالگی رو میشویم من مقیم گفت نفهمیدم چه گفت دوست آخه اینجا جمع آمدی مایزده ها کو ما عرق نوشم سانی گفت میدوزم اپشکن اینیه کای خدا رحمتش کند ای گوش کن وای همون ماشینی وای مرسدس چیکار کردیم فروختین نفروختین دیدی من گفتم کن بفروشین بعد همون از نوگی همون سودا آورده اینجا با تو نخند من بخندیدم ممکن تو نخند تو خندی منم مسخره کرسادگی باید خب خیر من اینجا کلینت ها بسیارن برای همین بدتر زنگ میزنیم بدتر زنگ میزنیم خب نوبت کی دارید سلام السلام علیکم ممکنه
برای چی؟ بیایه. سلام علیکم. السلام علیکم. علیکم. نه توفلی ها رو نمیشه. توفلی. خیلی. برام. بشینه. از این گوشه تا وای گوشه شهر و ولایت رو میشناسند. خیلی مردم با ما کمتر دشواریاش به یاردم میکنیم، سبب میشیم. اسم شریفشون؟ رخشانه. بای. شانه گفتی؟ شانه. رخشانه بسیار خیلی رخشان جان گم مایلش میشم رخشان جان. خیلی کدام مسئله کدی چی خدمت کنیم؟ همین دانشگاه تیبی در تحصیل میکنم. آوازی ما چای نوشم یک از گپ زنت نوشته نمیتونم. یک دقیقه. اوزار ما همین خیلی نوشم گیدن. خب. ما دانشگاه طبی در تحصیل میکنم. اینا هم کورس من. من به معلوم شد. همین خیلی من همیشه به سوزن دوره دیده ایستادی موزی. اینا هر دوشان من در عاشق شدیم. بهترین کار ده. هر دوشان عاشق شده گن؟ هر دوش عاشق شده. آخرین دختری زیبا با آخر چقدر عاشق نمیشه. من خیلی وای کمتر چی دونم. خیلی زیغ نمیشه. آدمی بسیار آمده میارد آوره. خب. ما ماه دیگه توی دارم. همین میفهمدن وقتی کدامشان اومد میکنن کدامش برا میگیرن. یعنی که شما فهمیدین که با کدام از اینها شما هم خانه میشوید. بله. بسیار مردم همین مسئله قطعی آمدگی بسیار یک تیش آمد گوید. راستی گفت من گفتم فلانی شما قطعی هم خانه میشد. همین خیلی هم شد. حاضر نه خانو در کرده گشتیم اینش روسیه و اینش تاجیکستان و به نهایت نقص. خب منش حاضر میبینی. خواهرم جون میدویست. کاری سعدی آمد میکند. سعدی مرا میگیرن؟ نه شما یه دلشاد میگیرد. سعدی جان زندگیت به موفقیت بچه. پسری دادا این خدا سرودخانه هاتون دیگر چه جای کار برفته آمدید می؟ کارو نزده جان یک چای گیره دادم. بچه من کار میره میبیه نه کمی شما نمیبیه. دادا جان یا سه شاونا بده بروسی گپ زیخ شدیم طاقت ترسیدیم. ما گفتیم بجوده باشه شما. بچیم شما کار با نو در آمدید نه؟ کارخانه ها با همین قاعده هست. دیگر کارگر بیمار شدنی هست. 3 نفر بیمار شد. سروری کارگاه منو گفت که شما همچون سرمتخصصی همه بهترین باید که همینجا ایستید. شب و روز ایستید گفت. فهمیدی شب و روز. من چی کنم وای سرور بر؟ نه من از زوجان جنگ میکنم گپ زنم. کالت کارفرما؟ یه گپ زنی بینن 3 روز 4 روز نمیبیان و با گپ میزنن. کرامت جان گوش کن. همین 32 سال با زندگی داریم. من کرامت جان بس کن. همین رشک سری آدم میخورد. کرامت جان بس کن. بخشش ما کرامت نه ما سلامت. دادا جان سلامت. خیلی سلامت. خوراک چی امروز؟ خوراک گوش نیست. این امریکا که خوراک میکنه. سبزی هست که؟ از نرخ سبزی رنگی نرخ گوش. اگر دنیا اگر گازیتا نمیخوریم. گازیتا به نوشتگی گوشت عمر آدم کوتاه میکند. مردن میخوایی؟ حتی روغن است روغن. گوش کن. همین روغن چی در کار؟ روغن؟ همین خودش اپارت تلویزیون نگاه کن. اینترنت ببین. روسا همون کاورات همون چی همین خیلی وقت میپرتن همون خودش میشه. هر یک چیز بهونه در کار. خدای آخی مردک شما در خونه باشه که چیزی محصولات در خونه نیسته شما دونه. گوش کن. من تو همین خوراک پس از سهر تا بگن همین خالا بش نمی؟ من متخصصی بهترینی سال اعلان شدگی. تو میدونی ببینم متخصصی همین کارخانه داری پیش آمد کردی همون عکسی من به میز رفته. صورت همین کلان کر کارخانه به ماندگی که همین کس هستن که کارخانه پیش رفته شده است. گوش کن. چرا آب لبی در قدرش نی اصلش با؟ چه سروای کن خوراک چی کنی تو؟ من چی میکنی؟ اونجا رفته بیرون انگیزی من چی؟
جونم در کجایی؟ من در خانه پگاه گپ میزنیم. یافتی وقتته. بیایی دادا اومدم آنه میخوای بچی دادا کارخانه تو باید مسخره بازی نی مردک لبای میگم همین روزای آخر شما عقلتون خوردگی با چیکار کردم؟ تلفن من میگی حاجت خانه میره اینه تلفن شما اوچا جان آب نوشید؟ حقیقت قمیچی نمیگذره دادا جان شما دکتر فریاد کرده؟ زنگ زدم گفتن که حوزی میبینیم یه قهرمان جون در تخت خیلی رو اومدن تیز که در رو میکشم حوزی دادا جان دکتر آمدن دکتر سلام علیکم بی السلام علیکم دکتر جان چی یک خانم رفته بودم واسه پایازدارم نشده بود گم شده بودم بخاطر خودم گفتم بودم چی گپ شد خبر کردید بله ما شما رو خبر کردم زنگ زدم اویلم مزهش نیست حساب شده باز یک دقیقه اویلم مزهش بله کی باز مزهش نیست دین سحر باز کم ترستید باز سالشون چند 1990 یک بار این تاخیر من قطعی صحبت دارم چی گپ بزنید چی همین راه کرای ماشین گرس قیمت شده که شفیار من همین جا میبرم من یک رفت فهمیدم ما شما رو پایین رفت فهمیدم خب گوش نامتون چی؟ چمدان تو موزه رفت خب پایین رو نگاه میکنی روزش که سراغ های بسیار ده تابشان بود می بیمار بله تابشون بلنده بچیدم پس میشم بلند میشم 38 گشته پایان میشه 41 میشه با پایین میشه 41 هم شد دیدن دارم نه دکتر جان ما التماس خیافتگی داشتم نه بچه پسرجان من راستی گپ امروز همین بیماری و من بسیار جاها سراغ ها برفت شدم یاردم کردیم مردم یاردم کردیم اصلا همین لوستراتون رو چند رو گرفتی دکتر جان لوستر چون میکنی زنی من مرده سایه اسم شریفشون لطافت در خاطرم هست روزی گذشته یک لطافت مایان خیلی دعوت کرد بیمار بود بیچاره خدا رحمتی خب گپ در سر این همین خونه بله من خونه نه شما میستید داره شما میستید من اینجا باید که بیمار من بینم بینش خب کنی لبای دکتر جان یه تا کورد بیارید کورد؟ تستر کنید برادر کارد؟ خیلی هر دوشی بردید چخله؟ دادا کو کنی شما لبای یک تا اختیارکه بیارید اختیارکه تستر کنید اکا جان کسالی چخله؟ دکتر جان اینجی یگان آهن دارید آهن لام دارید لام یگان چی آهن یا بیا و خیره بسو تیز کنید من تیروفکا میشه کم تفریده دادر همینجایی شما همینجا دکتر جان و آهن آوردگی تا نشد لام بیارید لام دکتر او شما کورچه گفتید کورچه آوردم اتیورکه گفتین اتیورکه آوردم شما همه قشه بگین که زنی مده چیشی دیگه های من زنی توی از کجا دانم من ولی جامعه دانم خوی کردن توانسته ایستادیم ای خدایی دارید رفیق سردار اجازت
همون جوانی که پدرش زدگی بود آوردیم. این همون غنیفه؟ غنیف. در آرید اینجا. بیار شو. پشت. این سختی آدم شوید. بشی. رفیق سردار پدرش هم آوردگیم. موی سفید هم اینجا؟ بله. دعوت کنین موی سفید. بیای بابی جان. بیا. اینجا شینه مرا. ای بابی جان سلامت باشید صدقتان شما. شما نغزین بابی جان سلامتی ها نغز. زندگی ها چطور؟ آزاد شما. رحمت بچه شما. حیات زندگی ها چطور؟ حیات زندگی؟ وای تو همه بیگه همش خوب بود. خوب. انا بعد همه بیگه تمام دیگه مناسبت های پدر و پسری دور شید. من فهمیدم. حاضر حالتی کارا میفهمین بابی. حاضر حالتی کارا. غنیف کنی حالتی کارا نقل کنید چی گپه؟ دینا بیگه بود. ما قطعی اوتام شاشکا بازی کردیم. چی بازی کردیم؟ شاشکا. هر بگم یه همون شاهموتا خواهرش شاشکا. هر بگم شاشکا بازی میکردیم. همون شاشکا بازی را همون دورهای خردکک بدنش یاد دادم. یه رحمت بر شما پدر جان. دیدی با چی نیت شاشکا را ای خوردید تو ده یاد داده که مفکورت وسیع شود تو را. ای آدم نشده موری نقل کن چی گپ شد؟ انا شاشکا بازی کردیم بودیم که خیمم 2-3-4 تا گرفتم اومدم دم کشیدم. دم کشیدین خب 2-3-4 تا گرفتم دم کشیدم. ما اوتام میگه که نه تو باید راست بری اینجا ممکن نیست دم کشیدم. 2-3 بار هم خیلی عصبیم. چی خیلی زدی نشان این یک تو شاشکا گفتی ها؟ شاشکا من سراسی ماشینم 2-3-4 دم گرفتم. دم رفتم. 4 تا سنگی بابی را گیتی؟ 4 تا گرفتم دم کشیدم. هم میگه که دم کنسته عصبم داره سید عصبم داره داولینیم بلانشی پسیخ شیدم بعد همون تختی همون شاشکا گرفتم در پشت کالاش یاد زدم. تختی شاشکا قطعی؟ این همون چقدر شاشکا را همون شاشکا چمدانی همون شاشکا خیلی در پشت کالاش فرو آوردم. تقریبا چند کیلو بود وای؟ نیم کیلو میره. یه آدم نشده موری پدر نیم کیلو قطعیه. پدر جان حالتی کارا شما فهمانید. خیلی اینه ایروی انصاف میگه 4 تا زدم دمکه برآمدم ها؟ خب خیلی اینه من یه خیلی دونه همو جا کردم که 5 تاشو میزده دمکه نمیشی. 5 تا رو بزن دمکه نشد. این 4 تا رو گرفته دم کشید. 4 تا رو گرفت دم کشید. بعد چی شد ابو؟ یک دیگه عقل میزد دمکه نمیشید ای بخودش. خب بعد چی شد؟ بعد گفتم که نمیشه. پنجمشم بزن. پنجمش نزد. گفتم پنجمش بزن. پنجمش تخت قدیزم. صدقه آدم شوی. غنیف تو حاضر همینجا گفتی که من عصبم بسیار خراب است. فشارم میبرد. یعنی همین خیلی گفتی تو حاضر. و عصبت که خراب باشد دارو خور. رفته تبابت بگی. عصبت که خراب باشد و فشارت که براید من نمیدونم تو سیگاریت کش عصب بسیار آرام میکند پدر. رفیق سردار سیگاریت بکشم در نزد چنین شخصی معتبر مقدس بزرگ پدر اخی احترام کجا میشه؟